از اونجایی که آنتن التیمون به خاطر این بود که 1 ماه تمدید شده بود برای همه و الان باید مثل قبل استفاده بکنیم، گفتم دوباره بهتون یاد بدم توی ویدیوی کوتاه. برای این کار باید آیفون 15 داشته باشین و سیم کارتون هم همراه اول باشه. وارد ستینگ میشیم. توی بخش سلولار دیتا آپشن و وایس اند دیتا باید روی 2G باشه سیم کارتمون. بعدش حالت هواپیما میکنیم و از سیم کارت رو از توی دستگاهمون که آنتنش رفته خارج میکنیم. من اینجا یه دستگاه دیگه دارم که سیم کارتمو میذارم تو. سیم کارتم گذاشتم داخل این و میذارم تو این دستگاه. فقط یه لحظه آنتنش رو میخوایم، ولی من میارم و چک میکنم ببینم 4G باشه، چون میخوایم نت 4G رو بنویسه. ظاهرا نوشت. من سیم کارتم رو تو در بیارم چون دیگه احتیاجش ندارم، قبل اینکه SMS بیاد سریع خارجش کنم. خب الان سیم کارتم که اونجا 4G آنتنش اومده بود برمیگردونم داخل این آیفون. از حالت هواپیما خارج میکنم. و الان باید آنتن داشته باشم. بذارین اینو روشن کنم که SMS ها شما نبینین. بعد یه 20-30 ثانیه‌ای میخوام بذارمش روی 3G و نت رو روشن کنم و بهتون نشون بدم. یه ذره تایم بگذره. اول نت رو روشن میکنم، حالا میذارم 3G. و الان اگه تست بکنم کار میکنه و جواب میده. امیدوارم استفاده کنید، به کارتون اومده باشه. بای بای.